در سوال زیر از ما خواسته شده که معادله زیر رو حل کنیم. حل کردن معادله یعنی اینکه ما اون مجهول یا به اصطلاح همون متغیر رو به دست بیاریم. متغیر ما همون حروف انگلیسیه که از A تا Z میتونه هر چیزی باشه. اینجا حرف X هستش، یعنی ما باید X رو به دست بیاریم. برای این کار اول از همه ما باید تکلیف اون پرانتزی که ایجاد شده رو مشخص بکنیم. پشت پرانتز ما یک ضریب داریم. این عدد باید به صورت کامل در پرانتز ضرب بشه. حاصلش رو می‌نویسیم. 2 ضرب در x میشه 2x. 2 ضرب در مثبت 13 میشه مثبت 26. مساوی ادامه عبارت رو می‌نویسیم. این طرف پرانتزی نداریم، نیاز به ضرب کردنی نیست، یا به اصطلاح نیاز به ساده تر نوشتن نیست. کاری که باید انجام بدیم اینه که تمام متغیرهامون یا مجهولامون رو یه طرف قرار بدیم و اعدادمون رو همشون رو یه طرف تا بتونیم x رو به دست بیاریم. در این مثال فرقی نمیکنه که شما x رو همه رو میارین سمت چپ یا سمت راست، فرقی نمیکنه. گاهی اوقات دانش آموزا به این صورت یاد میگیرن یا به این صورت راحتن که همه x رو سمت چپ باشه، ولی هیچ فرقی نمیکنه. ما در دو سمت معادله وقتی جمله ای رو از یک سمت از معادله میبریم به اون طرف تساوی، علامتش قرینه میشه. خب من برای اینکه تمام مجهول ها رو یه طرف بیارم 7x رو میارم این طرف. من باید قرینه بشه، میشه منفی 7x. خب و 26 هم عدده، باید بیاریمش یه سمت، همشون رو 26 میاریم این طرف، میشه منفی 26. شروع میکنیم یک بار دیگه مرتب نوشتن عبارت هامون. عبارت هامون به این صورت: 2x منهای 7x مساویه با منفی 4 منهای 26. حاصلشون رو به دست میاریم. 2x منهای 7x، اینجا تفریق داریم. دانش آموزایی که با تفریق و ابتدا به جمع تبدیل میکنن میتونن این کار رو انجام بدن و همچنین اگر که بدون نیاز به تبدیل کردنش به جمع میتونین این کار رو انجام بدین. ما میگیم که 2 مثبت 7 منفیه، از هم کم میشن و علامت عدد بزرگتر میشه منفی 5 و x هم داره، x رو میذاریم کنارش، مساویه با منفی 4 و منفی 26 هم به همین صورت تفریقه. ما میگیم دوتاشون علامتاشون یکی، علامتشون رو میذاریم و 26 و 4 با هم میشن 30. حالا برای اینکه x رو تنها کنیم و معادلمون رو به اتمام برسونیم فقط کافیه که منفی 30 رو تقسیم بر ضریب x کنیم. ضریب x منفی 5. خب ابتدا علامتش رو تعیین میکنیم. خط میتونیم بگیم خط کسری، نماد تقسیم، منفی تقسیم بر منفی بشه میشه مثبت و 30 تقسیم بر 5 میشه 6. همین که میتونیم بگیم که تعداد منفی ها اینجا زوجه، پس جوابمون مثبته و 30 تقسیم بر 5 میشه 6.